آیا همینجاست؟ بله اینجاست. در درون چند نفرند؟ 7-8 نفرند. آنها متخصصان با مهارت می باشند. همه آنها سلاح را خوب استفاده می برند. اگر خودت تنها برای برآمدن نمی توانی. بله ما به دوزخ در آمده زنده برآمده ایم. نخواد که از همین 3-4 نفر راهزن بترسیم. الو روز بخیر. دکان سمبوسه فروشی؟ به منزل سینسر 10 دانه سمبوسه پنیری و 10 دانه سمبوسه گوشتین روان کنید. بولنتی رزیل چگونه سمبوسه را دوست می‌دارد؟ بسیار دوست می‌دارد. چگونه سمبوسه را دوست می‌دارد؟ سمبوسه گوشتی رو؟ نگران نباش، من به او نشان می‌دهم. 10 دانه سمبوسه گوشتین. رفیقان امروز روزی مهم باشد. عملیاتی که امروز در رخشا داریم در تاریخ میماند. برای همین نسبت به عملیات‌های پیش نباید با دقت‌تر شویم. فهمیدید رفیقان؟ ضد فاشیستان دست به دست می‌جنگیم ما. 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 گوش بکنم. ما آماده‌ایم. شما چی؟ قاضی را گرانده، مزار را محکم کردیم. فهمو، من دیرتر زنگ میزنم. زودتر باشید، به یگان جا نروید. این پول را گیر. رحمت اکن نوشی جا نتا شود. ایستو، یک دقیقه ایست. برای لباسهایت چند پول میخواهی؟ چه لکه؟ برای همین لباسهای کاریت چند پول دهم؟ اکا این را داده نمیتونم، رئیس مرا میکشد. 100 لیره را گیر. اگر رئیست یگان گپ گوید با من زنگ زن. ای بچه، آخر من پلیسم. آخر این لباس ها 100 لیره قیمت ندارد. اکا من پول نمیگیرم. میلش زودتر باش زودتر. اما با خودش چه اجازتی گیرد؟ اگر این مراتب تعییناتی مخصوص شاید آنها را نابود میکنه. مرا فهمیدید؟ فهمیدیم. کی باشد؟ انتظار کسی بودیم؟ نه. خرافتوین کی بوده است؟ احتیاط باش. روزتان بخیر اکا جان. فرمایش های شما را آوردم. چی خیلی فرمایش؟ منطقه گرم آوردم. خوردن نمیخواهید؟ شوخی کردم شوخی. آیا نمیبینید سمبوسه آوردم؟ ما اینا رو فرمایش نداده بوده. توبه خدایا توبه. و من همین سراغه را دادم. معلوم که سراغه را خطا دادن. هر روز سراغه های خطا میدن. یک کار را بس میکنم. خیر میلش، همین خنوم نشده با سراغه فرمایش شده ببرم. خیر میلش، سلامت باشی. ایستو اینجا بیا. کاریمان یک پرسم. کو یک بار بپرسید. بله. یگان که سمبوسه فرمایش داده بود. چی؟ سمبوسه باشد میخوریم. از سر با چیزی نخورده ایم. خیر این بیچاره گرسنه بودم. چند پول میشد؟ خیر یگان 15-20 لیره دهی میشود. من با درون آمده همش را حل میکنم. سمبوسه بیا بچه. برادر شما را یک دقیقه ممکن؟ مادرم بیمار می باشد، باید با او زنگ زنم. تلفنت را یک دقیقه نمیدهی؟ آخران برادرم گفتم که تو به سخنهای این مرد باور نکن. آخر من یگان گناه نکردم، اشتباها مرا دستگیر کردم. مادرم بیماری وزنین می باشد، در نظم جان دادن است. کمکم کن تا صدایش را شنوم. نمیدونم. با تو میگویم مادرم میمیرد. انا بین دستانم بسته می باشد. صدایش را شنوم شد.
اگر مادرت بیمار باشه مایلش ماتی. رحمت نوش جانتان. تشکر. نوش جانتان باد. گوش میکنم. که مرحمت کن زهری بدنتان شود. تو چی گفتی؟ گفتم که احتیاط باشد سوزان است با زبانتان نسزد. بخور کدام مزون؟ فهمو مزوری نزدی باغ بوده. فهمو مکانی خوب است. مزوری زیبا میباشد. نوش جانتان. چی؟ مالش کارو تمام کنید. اکا بالا زنت تلفنت رو گیر میگویم. اکا آخر تو با مادرت زنگ زنه بودی؟ مادرم بیماری بدنین است با برادرم زنگ میزنم. فهمو مایلش. گیر تلفنت رو گیر. فهمو حاضر مو میبرویم. سردارم من در محله سریغازی در یک انبار میباشم. دو سرگروه یکم را به اینجا فرستانید. عارف خودت تنها در اونجا چیکار میکنی؟ سردارم من وقتی زیاد ندارم. زود آنها را به اینجا سفر برکنید. محله سریغازی کوچه سرسن. اینها آنها برآمده باید زود به اینجا رسند. نباشد کار چطور میشود. خودی را در قبرستان چاوش باشی خواب کردن. یک گروه را آنجا فرستید. مایلش روان میکنم. اوف باز شده باشد. الو پلیس؟ تو چیو میگویی؟ دیروز پلیس آمد. من را توقف کردم. حالا باشد نزد شما میآید. با بهانه سمبوسه اون از تعینات مخصوص میباشد. تعینات مخصوص چی؟ که تلفن را ده؟ ما را فریب کردی. گفتی با مادرم زنگ میزنم. دیده؟ دمت را گیر از من. رفیقان نوش جانتان باد. امیدوارم که سمبوسه ها و شما مقبول شدن. شما را البته در دکان منتظر میشوم. البته بیایید. چیز پلیس ببوشد. نمونه چی کنید رفت؟ بیایید رو دستگیر کنید. زودتر داره رو مانع گرفتنی شود. زودتر انشاءالله که با وقت رسیده بیاید. نباشد حیاتی من برباد میرود. رفیقان عارفی دیوانه با حیاتی خود را در خطر گذاشته است. اما این دفعه هم مکانی آنها را یافته است هم مزاری قادر را یافته است. حالا به دو قسم تقسیم شده. در حال روید. اطاعت آقای مدیر. ظریف تو به قبرستان رو. دیگر رفیقان به نزد عارف. خواب شده سردار. بالته تو نمی روی. بالته هیچ گپ نیست. به خواست خدا این هم میگذرد. تو برای ما دعای خیر کن. خوب شده است. با مادر قادر هم خبر میدهیم. خرسند میشود. مایلش خبر دهید.
زن نمونه. این خطر میشه در زوده و یک کسی بگره. زودتر بشه. داو. از پشش داو. حالا ایستید. آن هزارتان رو با چشمتان نشان میدهم. چی شد؟ آیا پیشترم رو یافته؟ انشالله که یافتیم افهم. شما در اینجا انتظار شوید. من انیق کرده با شما خبر میدم. خدا را شکر. مجید تو همراه افهم نیست. شما همراه من بیایید. رفیقان بخیر است؟ در اینجا چیکار میکنید؟ جنازه بود. یعنی حجت هایتان را نشان دهید. با دقت باشید نکنید. آنجا چی شد؟ اپاییز کردن نشم. بیشترم رو فریب دادم. خاک بر سری من. ایستا با کجا میروی؟ مرا سرده مرا. بگو خور شده ایستودم که نمیشونمی. مرا سرده. من به نزدیک بیشترم میروم. اپا بسیار خطرناک است. التجا میکنم خطر روحی من نشم. من به نزدیک بیشترم رفتم میخونم. آیا خطری عزیزی و تر هست؟ اپا ایست اپا. اینم شو گفتم. شاید گفتم. شده نمیشود. محکم کردم. انتظار رو شاید گفتم. یک طرف زودتر. زودتر در اومده بینید. در اومده بین. گذر. درا نترسه. را گردید. نترسید. را گردید. نه عارف جواب نمیدهد. یگان حادثه روی داده باشد. باید چیکار کنیم؟ در این گونه حالات ها بالتر سخنی خوب دارد. نباشد حمله میکنیم. وای من این سخن ها را بسیار نقص میبینم. رفته زودتر. نداره. این چگونه آدم است؟ بدنم دارد این از یک آدم میترسید. دران گوتم تصمیم شده پلیس سلاحا رو فرساید. این خواستشون پیدا شدن میگوریزید. با کجا میگروزید؟ اینجا بیایید.
چی گپ شد؟ هر دویش رو پرونده. بسیار خوب. احتیاط شد. از مردنش ایمین باش. قادرم بیسرکم لا حول ولا قوة. بیسرم مداری بیسری منم. چی کار کردی؟ قادری من. آیا من به شما نگفتم که در آنجا ایستی؟ گفتم بفهم رو گوش نکرد. سرم رو دیدن میخواهم گفت. بیسرم جانی آجم. و من نصیب نبوده است که باری آخر تو رو ببوسم و به خاک دیم. بیسرم نخود تو رو زیر خاکی سیاه کردن. چرا برای کدام گناهت بیسرم؟ بیسرکم جانی آجا به من نرسونه به من. بیسرکم آخر من رو دیدن میخوام. بیسرم جانی من جانی آجا من تو رو دیدن میخوام. من میخوام تو رو ببینم. بیسرم بیسر جانم. خاطر نشم با پیسرت وا میخوری. حاضر همه نزدی او میروید. اقلا در مزار تو رو ببینم. پیسرم ایستا نگورز. نامدی کار. قادر قادر تو زنده ای؟ تو نمرده ای؟ صد شکر که تو زنده ای. ولی زنده نمردم. مرا مردنشون داده سوء استفاده میکردم. آخر تو را پرانده بودن؟ زخم من جدی نبود. هنگامی پرانده بیهوش شدم. وقتی که چشم را باز کردم دیدم که در انبار مرا بستند. پس در آن مزار کی خوابیده است؟ چه مزار؟ خدایا خداوندا اینجا تگی کاسه نیم کاسه ای است. بیسرم قادری من بیسرکم در کجایی؟ بیسرکم افا خودت رو مانده نکن. من قبر رو میگردم. چه مانده شدم؟ اگر لازم شود تا سحر میکنم. باری آخر میخواهم قادر رو ببینم. قادری من آجم نورد آجم بیسرم آهسته تنی درمندش را آزار ندهد. آهسته سردارم قادر زنده است. رزیلان برای ما چاه تیار کردند. چی خیر؟ قادر زنده است؟ صحت و سلامت زنده است. خدا در نزد من ایستاده است. پس چرا ظریف به قبرستان رفت؟ نمیدانم سردارم. شاید برای ما دام گذاشتند. مبارک شود. قادر نمرده است. او زنده است. آقای مدیر شما میگویید به خدا راست است؟ به خدا راست است. عارف گفت. خدایا قادر زنده است. من میمونم زنده پروردگارا شکر میکنم تو را. مبارک شود. قربانی کنم نماز کنم و فکرتان تمام دیم. بالته به خدا که اگر همه اش را کنی کافی نیست. آقای مدیر خبری خوش رسانید. آقای مدیر من میروم. سلام مدیر. کنی دیر بیا مایلش شد خیلی مایلش
یگان استخوان سالم در بدنم نمانده است آقای مدیر. انسانی خوب نیست. اکای عارف خوب هستی؟ خوبم. انا ببین من کرایه یافتم. خودی؟ تو زنده هستی؟ شکر خدا که زنده ام. مادرم چی حال داشته باشند؟ اگر شنود از شادی بیهوش بشود. ای بیشرفان با ما بازی میکنند ها؟ بله. جانی باده خلاص شد. بله باید حتما صدقه دهد. مادرت همراه ظریف به سر مزار تو رفتند. چی؟ مادرم در آنجاست؟ آرام شو. ظریف را باید یابیم و فلاکت را باید پیشگیری کنیم. حیات آنها زیر خطر است. پسرکم خودیری آچه پسرکم جانی من آچت مرد پسر جانم خودیری لبه عارف. الو ظریف زودتر از آنجا دور شوید. چرا چی شده که؟ ظریف خودیر زنده است. در آن مزار بمب است. در حال از آنجا دور شوید ظریف زودتر. تو چه ها میگویی عارف؟ پسرکم پسر جانم پسرکم. ایست جان ایست. عارف این زمان ما بمب را میبینیم. بمب گریزید. بمب گریزید. همه تو میمورید. خواب رو ظریف چه حال داری ظریف؟ گپ زن ظریف. عارف چی شد؟ گپ زن. صدای ترکیش را شنیدم. صدای ترکیش در مزار نو بمب گذاشتن. ظریف جواب ده بگم ظریف ما را میشنوی؟ یعنی راه کردی زودتر باشید زودتر رفته. قادر یک دقیقه ایستید. چی شده که؟ قادر نیست؟ او کجا شده باشد؟ قادر تمام گیر یاری ده اشتراف یاری ده اکا این صدای خودی است. صدای خودی. رفیقان اگر این دفعه بپسر یکان حادثه شود خانم قلبت حال ما را بند میکند. زودتر راه کرده یاری ده گب نزن پرتو سلوحت را پرتو سلوحتان را پرتوید سلوحتان را. برای من فرقش نیست. من او را میکشم. باز چی شده؟ شما برای آرامه مردم کوشش میکردید که آیا آن کوشش های شما همین است؟ دمد را گیر ابله. سلوحت را پرتا. به هیچ جا گرفتن نمیتوانی. بیهوده زور نزن. من تا نفس آخرینم میجنگم با شما. اکا التجا میکنم مرا نجات ده. مایلش آرام شد. نجات میده. نترس مایلش. اگر سلوحتان رو نپرتدید پسر همراه من میمورد. خوب فکر کنید. سلوحتان رو پرتوید. صدا مکن. اینجا کسی هست؟ ایستا ننجم. اکای ظریف خوب هستی؟ بعد نه. تو چی؟ اکا ما همه خوب هستیم. اپام در کجاست؟
در اینجاست، در اینجا. خدا را شکر. اپای گلبی است. اپا جان، اپای گلبی است. اپا دلش کار میکند. زنده است. چشمانت رو باز کن. زودتر ماشین یاری تجلی را جلو. برادر برا میشنوید. زود برای اینجا ماشین یاری تجلی را روان کن. اپای گلبی است. قادر خدا را شکر. پسرم قادرم بورا اپا جان قربانی تو شوم. بیدار شو. حتی در مزار اپای گلبی است. التجا میکنم بیدار شو. این چی نیست. لبای آقای مدیر. چی شد؟ از مزار یگان چی یافتید؟ آقای مدیر به خدا قسم از مزار پام بیافتیم. چی گفتی؟ همه ما خوب هستیم اما سلامتی اپای گلبی از خوب نیست. در حال او را به بیمارخانه ببرید. پسرش زنده است. باز به او یگان حادثه رخ ندهد. خوب شد از فهمیدم آقای مدیر. پسرش زنده بوده است. اپای گلبی است. اپا خودت را به دست گیر. اپای گلبی است. چی گفتی؟ پسرت قادر زنده است. پسرم زنده است؟ پسرت قادر زنده است. برخیز. مرا فریب میکنید برای تسلای دلم. نه اپا جان خودتان را به دست گیرید. تلفنی صحبت میکنید. این کار نقشه گروهی تروریستی بوده. خدا را شکر. خدا را شکر میگویم. پروردگار را شکر. قادری من زنده. ای خدای مهربان شکر میگویم. بیا زودتر میرویم به نزد او میرویم. مایلش خوب شده است میرویم. او را گیریم. بسم الله. آخرین مراتبه میگویم سلاحتان رو پرتوید. کارلوس لطفا برای болта توکل نکن. التماس. کارلوس به پسر ضرر میرسانی. اگه التجا میکنم سلاحت را پردو نباشد مرا میکشد. گذارید. حالا باشد با ما راه دهید تا از اینجا رویم. زودتر ما از اینجا میرویم. زودتر. خیر مایلش انا سلاح را گذاشتیم. پسر را سردیه به تو کمک میکنیم. در جای دیست نزدیک نشو. کسی به من نزدیک نشود. سرسته رو بس کن. نه جون قراری است. پسرم قادری من کجاست؟ اینجا بسیار خطرناک است. او در جای ایستا. او را نگه دارید. اپا این خیل نمی شود. اپای گلبی است. تو نباید با ما بروید. باید در اینجا ایستید. خدایا اپا یک دقیقه آرام شوید. از برای خدا آرام شوید. در همین جا است. در اینجا که گفتم پس در اینجا هست. نفهمید یا نه؟ اپا ایستید آخیر. چرا نمیشنوید؟ چرا گوش نمیکنید؟ سلاحتون رو پرتوید. به زمین بذارید. زودتر. مایلش آرام شو. آفرین. در جاتون ایستید حرکت نکنه. پسر را میبرد. او یا یکم خورده میکنه. آخه چیکار کنم؟ تو گردن همان را میکنم. اگر اجازت میدادید او را میپراندم. نه این خیلی نمیشود. کنی را کرد. سلام. اپا جان ایسته داخل.
مادر بشیرای زن رو گیره نموشد رو بکشم آرام شد مادر جون بپرونم التجا میکنم تو با ما کمک کن اگر روزی شود مرا میکشه مادرم را از اینجا بره از اینجا بیشتر حیوان نباسن رفت داری و نبا کودکان آیا با همین وطن را نجات بدی؟ کنه نباشد و سو بیکاری مو همین است چیزی که شود تو را میپرانم خیلی پران زودتر برو خدایا آفایی کن بیان اگر پراندنی باشی دمت را گیر کم سردیه دورم آفایی کن بیان باید از اینجا دور شوی رحم کنه داخل منو سردیه التجا میکنم قربانت شوم برادر نکن این کار را نکن مادر ای اپایی جون زد و خورد تا حال تمام نشده است اپا جون اپا جون آرام شوید بس کنه وقتی سر باشد بادر باشد با من فقط نیست ولی سر باشد همه رو میکشم همه رو نزدیک نشوید نکن این کار را نکن نزدیک نشوید ایستی داخله بپرونم مادر جون من از این گونه انسان ها نفرت دارم من قربان خالق تو شوم من گفتم که پسرم من ترسیدم جانی مادر جون دیگر اصلا از یک دیگر جدا نمیشم خدا رو شکر مادر جون حالا میبینید من همیشه در نزد شما میستم همیشه با شما میستم جانی من خدا رو شکر ای برادری شیری من وقتی رفتن خرگوش بری بودی اما شیرانه آمدی بولتا تو سری وقت آمدی برادرم ای برادر چرا بیخد و خبر آمدی؟ آخر آدم پیش از آمدنش خبر میده اکا بولتا همراهی ما باشد ما همیشه شده بولتا روی برا خوش آمدی خوش باشه من شما را یاد کردم رفیقان آیا گروزه نماندید؟ در نزدیک یک دکان سمبوسه فروشی است بسیار سمبوسه های بالاده دارد رفتیم در اونجا سمبوسه بخوریم رفتیم یاری دردی مرا فقط تو بخوری Хочется сладкого? Лакомка от фабрики Ата – это то, что нужно. Вафельный сюрприз и шоколадное удовольствие. А теперь еще и лакомка мини – маленький праздник каждый день. Лакомка вафли в шоколадной глазури от фабрики Ата – самое сладкое удовольствие. Salam aleyküm. Sonra olardan. علیکم سلام کنیستا کنی دیگرش
ملش رو در را کشانان آمد. اکا جان چه خلی اکا جان؟ خوبه همشیرکم تو چی؟ برای با آزادی برآمدن از وقتی کم موند. نانها به داخل در آمدن. با نان خوش چیزی نمیشد. در برش زیتون و پنیر باید باشد. پنیر و زیتونش رو در داخل است گذاشتم اکا جان. دختران میگوید که نانخوری را کم کن. باز ضررش به ما نرسد. خواطر نشو اکا. این نان گندمی است. ضرر ندارد. کمتر پس و پیشتون میرسد. بعدی مزه‌اش را چشیدن قرار میدهی. بسیار خوب منتظریم تا بازدید. پدرت را یاد کردی شاه دختر؟ کمی پس به پدرت زنگ میزنم. اگر گپ زدن خواهی بگو. انشالله پدرت یا مادرت بی عقلی کرده و پلیس خبر نمیدهند. آچه گویان آواز شنیدم. در حال به نفر تریزه دیدم که یاسمین خودم مونده. دو نفر بزور و موشه سوار کرده بردن. بس کن برای خمی دولتی اشو گرفتید؟ نه به یادم هم نامد در دولت. دختری مرا کی دزدیده خواهد نشوید. جاتو کردم میو بینی شما. خواهد نشوید. سلام علیکم. خسته نباشید. و علیکم بر سلام. وضعیت چگونه است؟ دختر این خانم را دزدیدن. خیر اکا دزدان را جای یا کی بودنشان معلوم است؟ افسوس. نباشه ما رو برای چی جغ زده؟ جای شما میو بیمگم. شوهر این خانم کارگری حدخانه بوده است. اکا آدم چرا دختر یک کارگر را دزده؟ البته برای در حبسخانه مشکلی برآورد. این شوهرتان است بله؟ بله نامش عارف اینش دخترم. شوهرتون پیش در یگان کس زنگ میزد؟ نه یگان کس زنگ نمیزد. اکا و دماغم بوی بد اومده ایستاده است. و دماغ من اکا نان آمد. همش با درخواست مخصوص. نانی دگدانی. ملش تمام. بیا رفتیم. الو لبای نانها آمدن اکای عارف؟ آمدن. دخترم چه؟ خوب است. یگان مشکلی ندارد. با دخترم در زدن میخواهم. شاه دختر پدرت آواز داره شنیدن میخواهم. پدر جون مرا خلاص کن. ندیشی باش من میترسم. تمام دخترم آرام شو. همش میگذره. دختر جان اکنون به من گوش کن. فقط آرام شو. مهلش نترس. خداوند با ماست. پدرت تو را نجات میدید. فهمیدی؟ پدر جان انتباز. شنیدی؟ دخترت نقد است داری. هیچ نباشد حاضر. اگر او را باز دیدن خواهی نانهایی که در بالایش اشاره های خورد دارد با اتاقی گفتن میبری. فهمیدی احمق؟ مهلش چیزی که خواهی میکنم. فقط به دخترم کار دانشم. بعد دزدیده شدن دخترتان با شوهرتان گپ زدید؟ گپ زدم. گفت که با پلیس زنگ میزنم. به خانه آمدن آدمی که دخترش را دزدیدن عجیب نیست مگر؟ اکا من به شما گفته صدق اینجا زیر کاسه نیم کاسه است. شوهرتان در کدام حبسخانه کار میکند؟ کارتم. فهمم. حاضر ما با آنجا میرویم. شاید شوهرتان را تهدید کرده ایستادند. اگر کسی به شما زنگ زند شما با پلیس تماس نگرفتید. فهمم؟ باز نشود که خود را باید احتیاط باشید. یعنی بینیم چی؟ رفتیم میبینیم. خوش اومد. خدا سلام علیکم. آروم شو. حکم واجب نان را آوردم.
باز میگوین که گرم نان کم شده است. اینا رو بینم کلچه پرینن. دقت باشید کسی نفهمد. درست کار کن احمد. خوب شد است نکرد. مگزین این در دستی کیست؟ در من مرحمت. با من گوش دهید. کارمان مشکل است. از این جایا با مزار میراییم یا با آزار. مسئله اساسی این که کسی میترسد از حاضر گپ زند. ما با تو میمونیم. خاطر نباش. بین هم حبس یک گمراه شده ایم. اما تیار باشد اگر برایم. خواستگیت را گرفتی. اکنون به دادرت دوی دختران را رها کند. حالا ایستا گردیم. با تو کارمان اکنون سر میشم. پیش دارم. ایستا چیکار کرده ایستاده؟ کمشب. ما این طور مسئلت نکرده بودیم. خاموش احمق. بین هم نامی خائنی را گرفته ای. هیچ نباشد یک فایده ات رسد. را گرد. زود باش اکا. این کار را حل کن. اینقدر زحمت های من بیهوده نرود. خدا زنم تعینات مخصوص. اینها از کجا برآمدند؟ خوش آمدید رفیقان. تلفنتان را شنیده خواهد شدم. بخیر است چی گپ شد؟ تا حال نمیدانم، لیکن دختر یک کارگرتان را دزدیده. نامش عارف تربان است. ای خدا که این کار را کرده است. ما هم برای این را فهمیدن به اینجا. شما به کسی چیزی نگفتیدن جناب؟ نه نگفتم. سومن، بالتر شما اینجا باشید. ما داخل را تفتیش میکنیم. رفتیم بکنم. خوب شده است. ما را هم نجات ده. نمازان را گیرید. ما را هم نجات ده. شا درو. شا. اشو به دخت آقا. مواجیر تو چیها کرده ایستاده ای؟ ببینی که با یک ایستیانی کلان از اینجا رفته ایستادم. از اینجا برآمده نمیتوانی. باریک را سرده. با من کارا یاد نده احمق. اینجا بیاید شما. تو چیکار میکنی؟ در رو کشا ابلا. شا راگر. زودتر. چی گپ شد؟ این چی آواز است؟ جناب مدیر باشو محبسان سلاح گرفتن. کمیل را پراندن. تو چی ها میگویی؟ چه سلاح؟ بچه ها همه تیار شوید. همه جای خود را گیرید. همه جا را شکستن. چند نفرن؟ انیق نمیدانم. 4-5 نفر بودن. باریک را اسیر گرفتن. تمام آرام شوید. پلیس هم عملیات را سر کند در حال. میدرویم بچه ها میدرویم. زودتر حرکت کنید. حالا باز اون فصل. زود باش اکا. این کار را تمام کن. زود باش اکا. تو چی کار کرده ایستاده این دختر؟ تو چی کار کرده ایستاده؟ ایستا بگویم. ایستا. عارف ما بلد شما بیایم. رفتیم راجم. این دختر کیست؟ دختری گلگن است بچکم. من اون مینی بوشیش ها رو میبینی؟ فهمیدم آدمای دختر دوست همین هایند. چی کار میکنیم؟ از خفای دختر میرنی. رفتیم زودتر. ایسته پلیس. راگر خور میکنی؟ راگر سلاحتون را مزه میگذارید. نباشد این آدم را میکشد. تو سلاح را پرتو. از اینجا برآمدن نمیتوان. با شما میگویم پرتوید.
آخرین بار گفتم سلاحت را پرت و نباشد میپرونم. اوگور صبر کن. زینه‌بارای ما برآمدن نماند. اوگور تو خود را عذاب ندی برادر. اشهد اوگور لا اله الا اوگور صبر کن برادر. اوگور اشهد ان خود را دستگیر. محمدن عبده اوگور رسول الله. اوگور ایستید نکنید. بیشرفان شما را از اینجا برآمدن نمیمانم. اوگور برادری من بود. شما را از اینجا برآمدن نمیمانم. اینجا بیا احمق. تو نمیبرای ما میبرایم. انا همین خیر. چی گفتی گردیان؟ هیچ کس پروای تو ندارد. گردیان رو کشید و روید. الحمدلله از مردن نمیترسیم. نمیترسی؟ از خدا آمدیم بازگشتمان به سوی خداست. چرا ترسیم؟ نباشد تو را با جایی که بسیار رفتن میخوای روان میکنم. رزیلان بی‌ناموسان. میرویم. سلاح را پرتا زودتر. با تو چی گفتم؟ از اینجا میبرایم نگفتم؟ اگر رزیلانی بی‌ناموس خدا جزایتان را میدهد. زود باشد بچه ها. آنجا تیر پروانه ترسونند. اینها در کجایند؟ بیخط. اینها تعینات مخصوصند. با خبایسته با هوش را میرویم. مجید تو دایده را با چوره اینها را میبینه. تیز با آن هوش را میداریم. هایلک زودتر باشه. بچه ها آنها میگویدن. زود باشه. زود. داره رو میگویدن. ایستا میگویم. امک جون کمک کنید. چی شد؟ کنی ایستو. آنها میرن. چی شد دخترم؟ کنی کوی؟ امک جون کمکم کنید. اینجا بیا. وای برادر از این کاری چی میخواهید؟ ایستا اینجا بیا. برادر خوبم. یگان دختر همین طرف نامد. من درون ساختمان در اومد. از قفاش 2 آدم هم بود. زود باش راکه. کلیستا ایستا بگویم. ایستا خبرستا خدا فارغ بگویم. فهمیدی؟ و تو چی گفتم؟ من دیسوز نیستم. از پیشونت بپرانم. فهمیدی؟ چربه او را.
حاضر باشیم و نشان بدیم. زودتر. دستتون را بردارید. نپرم نکن پشتت را گردان احمق. تو با من بیا. نپران التماس را گرد احمق را گرد. رحم کن درون در را لباسات را کش. چه خیل؟ تو با یک بار گپ رو نمیفهمی ای آدم. لباسات را کش گفتم. کلاه پایم سال همش رو بران. زود باش زود. این آدم کجا گم شد؟ نمیدانم. اینجا کسی است؟ زنده است. این لعنتی کجا رفته باشد؟ در همینجا بودنیست. و کجا می رود؟ در پیشانیت تیر میخوری. مرد باشی سنجیده بین. کمک کنم جان منو خلاص کن. خاموش احمق. برادر کاسه صبرم لبریز شد. مرا مجبور نکن. عصبی شوم مرا داشته نمیشود. مرا فهمیدی ابله؟ دختری مادرم نباشد. بکشم این دختر را. سلاح را بر زمین گذار. اما جان منو خلاص کنش تو جا میکنه. سومان احمق. سومان خوب هستی؟ سومان سومان آواز ده. خوب هستی؟ رفیقت چاربخ شد کو؟ دمت را گیرم نه. سلاحت را میگذاری یا نه؟ نباشد دختر را میکشم. منو خلاص کن امک جان. التجا میکنم. من نترسم امک جان. نپران نترسم امک. سلاحت را گذار. امک جان من التجا میکنم. منو خلاص کن امک جان. مایلش بردی تو. انا میخه نه آفرین. با این طرف روید. با این طرف. زودتر باشد. چی شد؟ کسی پیدا شد یا نه؟ نه. این لعنتی کجا شدن؟ چگونه افته اندام داشتنش را هم نمیدانم. انیق در همین داخل در کجای پنهان شده است؟ یک حبسخانه ای کلا. گربه بچه‌اش را گم کند نمی‌یابد. راست میگویی. شاهین تو به این طرف من به آن طرف میروم. زود باش. مایلش. چرا در اینجا میگردی؟ اینجا ناتنج است. بیرون برآمده است. این وی است. سلاح را گذاشتم. دختر را رها کن. مرا گیر به جای او. تو رو گرفته چیکار میکنم؟ بسرم بالا گیرم. سواد در کجایی تو؟ در اینجایم. سلاحی در زمین بوده را گیر. زود سومان را چیکار کردی گپ زنم؟ سومان کجاست؟
سواد خیلی در جوید تو چی شد سواد سواد من تمام شدم اکا سواد همه شما رو میکشم احمد روزتون رو سیاه میکنم فهمیدی پاره میکنم شما رو همه تون رو میکشم همه تون رو حتی با این دختر هم راه نمیکنم دختر رو راه نکنی رفقت به اون دنیا تنها نمیرم هیچ کار کردن نمیتونم این دختر رو هم میکنم من جنم میترسم بالا زنم چی شد احمد؟ حاضر باقی من داشته کن کسی که کودکان را میرسد من جزایش را میدهم من همیشه کودکان میرسیم پریدی نبکن پریدی نخواستنم بطر منم آروم شد آمش کدش آروم شد جانکم آروم شد جانی مادر یاری تاجلی جسدن در کار جروح در چرینم افسوس این نمیموند برات شو تو ایست آنجا دستایت رو بردار آیسته به طرف من گرد خدایا با خدا قسم من این چیز نکردم مالش تو کارات رو کردن گیر کجا گم شدیم نوبت رو ویران نکنید رفیقان روزهای گذشته‌تان رو بسیار پزمان خواهید شد خبردار باشید در داخل نان برادر تو چیو میگویی اکا؟ نشنیدی چی گفتم این رو بینید اکا سر این احمقان تنها به همین کارا کار میکنند اگر این عقل رو در راه علم و عرفان سر میکردیم و وجدانم قسم ما حاضر در مرز زراعت میکردیم اقرب دو اقرب یک عارف ما آدمانی در کامیرا بوده را گرفتیم از آدمانی فرار کرده خبر هست افسوس که یگان ایزی نیست ظریف لیکن در همین جاها بودگیست و این دور رفتن نمیتواند فهمیدم شاهین همراه توست برات جواب نمیدیم نه کمی پیشتر جدا شده تو کسی را از بچه های ما در اینجا ندیدی؟ وزیر یک از بیرون برام کی؟ کمتر پیش فهمم تشکر خدایا این کجا گم شده شاهین ظریف شاهین آن آدم را داشته است و کمک احتیاج دارد زودتر بیاید زودتر فهمیدم آمده ایستاده مراد تو اینجا ایستاد بیاید رفتیم شاهین با ما احتیاج بچه تمام همش تمام شاهین چه حال داری؟ شاهین
اگر علم در ثریا باشد بیشک مردان از اینها آن را به دست آورند. این حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود. درستی سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام کمر بستن ابرمردان از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی همدانی، جامی، بیدل و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی و اثبات رسانیده جهان معنوی اهل بشر را منور ساختند. آینه عبرت. یار مردان خدا باش. استودیوی همصدا با مقصد رشد معنویات مردم و آموزش حیات عبرت‌آموز بزرگان هر هفته پارچه را از حیات آنها پیشکش شما خواهد کرد. همصدا، همصدای دل شما.